سلام بچه ها، خوبین؟ چطورین؟ چه خبر؟ با یه ویدیو جدید خوش اومدید بچه ها. امروز یه محصول جدید اومده برامون. اگه گفتین چیه؟ موزه ماما، موز. اینو میخوام من باکسش کنم براتون. بریم رو بسته. آب نبات ترش. چی میگی؟ محصول جدیدمونه. خیلی ها مشتری ها میان میخوام ببینیم توشون چیه. یکشو باز میکنیم، یه دونه اینجوری آب نبات از توش در میاد. توش چند تا داره؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا داره. 1 2 3 4 5 6 7 تا داره. 7 تا داره. توشو باز میکنیم، یه دونه آب نبات داره. ترشه. من نمیتونم بخورم. ترشه. یه ذره تهش به شیرینی میزنه ولی ترشه. واو. این هم از آب نبات ترشمون. هی مشتری میومد میخواست، گفتیم بیاریم ببینیم چیه. بچه‌ها داداشو حمایت کنید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. حمایت هم کنید که انرژی بدید، که انرژی بگیرم براتون تون ویدیو بذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.